Abi dajem starší. Ki hladit, rang nauja ta bedano, jako Italianin. Salam aleykum. Tabii ki niye mümkün? Mümkün. Kalanta. Xeybi akti salam aleykum ya burtike. Eş mümkün. Bu pan vakti mustahil khuni ma qazo meکنم خبر کالون مو کالنا هرمانی سلام علیکم برادرو سلام علیکم مسلمانای تمامی دنیا ای فرصت مناسب استفاده برده همه شما را برادرو با فرارسی این ماه مبارک تبریک گفته بگذار در روزای قین در روزای مشکل که بعضیا در کرانتینن بعضیا در مشکلین بعضیا بیمارن خداوند مشکلشون آسان کنه و کسلیشون شفا بده هم ماه مبارک سبب شود همه صحت شود همه سوز شود خیلی ما سلام علیکم کردم که تو باید تو چق کنی بفشی ملدز بعد از 10 دقیقه گوشم اپراسیون کردم اپراسیون نه چوت کشید به گوشا تبین ای این شام کنیم ای گوش میگیرید اف کارتا را همین گوش ای کدوم گوش بگیریم ای گوش بگیرید بیا ayış gira ayış gira. کارتا را کپ کارتا را کپ تست کن ولی اول گوشما بینم بین تست کن همه جا کن دستمو دیدی ای دادا هانی در گوش من کارتا نه جام نده فرماچه تلفونی نه یا بخم Ja بچه genau. بخم بچه تلفونی نه Mehmet چی؟ میگم باید وای بتام تلفونم زنگش تمام شد میبرم زنگم میرم که کاندگی اپلا مدنم میکنم تلفون خودش میچکم با میمونم ولی کاندگی بوده ایست ما چخیرم چی با هم خیلی تورتگاری بسیار ناف میبینم تیانو دیده ای چیه دادستت؟ ای بکل 20 لیتره چیه؟ شبکه لذیبه یا نه؟ کی داده؟ خیلی خیلی بگو مزه بد یا نه؟ نه با فکرم نمزیبه چی با؟ گوشم چپره چیه؟ نپارتینش چی با؟ مارتین میگه که عبدالرزاق دندک بوده که دندک چی های؟ اگه هیچی رو نمیدونی خیلی کوهای سر بگو ینوار فورال مارت مای کلام کافشه مای نه سر بگو سر بگو ایسار چی بوده؟ ینوار ینوار فورال مارت اپریل مای ایون آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دکامبر bu ینوار با فورال ینوار فورال مارت درجنت که؟ ay ma iyi misin Kemal? بچه کنم Başka ne? دیدی وجه دانستی میدونم پرو کلاش تال پاشید Anlatın bu hadi bacak garip. بچه که تاجیکستان چی؟ Ama garip kışın o zaman pol ne? آخه مالی بعد ای تاجیکستان هم تماشا مون نکنم بچه هم Tacikistan. Selam aleyküm bacak. سلام علیکم خیلی کدستی Anlatın bu hadi bacak. برادرای تاجیک برادرای مومین هموطنای عزیز Anlatın bu hadi hamvatanay muamin. تو بزدید بو یکم روز میبینید لایک جقیدید چی برادرها این لایک بخدا عدیلی خودش گفت اگر ما بخدا داشته دیگه نیستم پناهتون بخدا خداوند نگهبان